سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیشا پیش عیدو بهتون تبریک میگم. امروز 29 اسفند هستش و فردا روز اول فروردین سال 1403 هست و آرزو میکنم به امید خدا سالی سرشار از عشق، سلامتی و ثروت همراهتون باشه. قبل از اینکه سال شروع بشه میخواستم یک دونه سبد خرید حالا یا هفتگی یا ماهانه، شاید هم 2 ماهه رو براتون معرفی بکنم. 5 تا سهم رو در بردم از توش و میونه این تقریبا 385 تا سهمی که توی بایننس هست، از بینشون 5 تا رو در بردم و این 5 تا به نظر من میتونه روند خیلی خوبی داشته باشه و اهدافی که حالا پیش روش داره رو ببینه. بریم سراغ اولین سهممون. اولین سهمی که من همیشه یه ذره به روش هم ارق دارم واقعا، ارز اینچه. ارز اینچ واقعا فوق العاده است، تحلیل پذیره، اذیت نمیکنه، داستان برای اون درسته، میره قشنگ، شاید آروم بره بخوره به هدفش ولی بالاخره به هدفش میخوره. همچین سهمیه، آرومه، خیلی بی دغدغه است. سهم این چو اگه یادتون باشه این سیگنالش رو رفتیم با هم، اینجا رو همه رو با هم رفتیم، سودش هم گرفتیم، نوش جونمون. اما بنا به اتفاقی که توی بازار افتاده، همونطور که بهتون گفتم بیت کوین درسته تحلیل کردم، بیت کوین 83,000 تایی، ولی گفتم که حتما باید موج 4 این وسط صورت بگیره، نمیشه اینقدر شارپی بره بالا، دیگه وقت استراحت. اگه یادتون باشه ویدیوشو این بالا میذارم، بری حتما ببینین. با اینکه من سیگنال 83,000 تاشو دادم، اما خب 3 تا از اهدافو دیده بود، اون 83,000 تا دیگه فکر کنم هدف آخرش بود، پس باید یک استراحت این وسط ما میکردیم. خب استراحت رو کردیم، اوکی، همچنان هم در حال استراحت هستیم، چون باید بیت کوین 60,000 تا رو ببینه در مرحله اول. در مرحله دوم من 55,000 تا رو در آوردم، حالا نمیدونم به اونجا میرسه یا نه، اما ما صرفا همین 60,000 تا رو فعلا میچسبیم، بعد اون موقع در مورد 55,000 تا تصمیم میگیریم. الان احتمالا روند بازار یک نمونه مثبت شه، یعنی یه ذره، چون دارم میبینم سهم‌ها به شدت امروز ریختن، بعد یهو تو این چند ساعت آینده روندشون رو برگردوندن، خریدارها اومدن دارن هول میدن بیارن بالا سهمو. احتمال این که فردا اول فروردین میشه دقیقاً 20 مارچ بازار مثبت باشه رو من این احتمالشو میدم، اما من خودم هیچ خریدی نمی کنم، هیچی. تو روند منفی اصلا کاری انجام نمیدیم، اصلا نباید کاری انجام داد چون روند منفیه. خب بریم سراغ ارز اینچ. ارز اینچ رو نگاه کنید، من اینجا گفته بودم که این باید بشکنه، تروبکشو بزنه، بعد حرکت کنه به سمت اهدافی که ما داریم. خب اما چیزی که الان اتفاق افتاده، داره موج 2 الیوتو درست میکنه بچه ها. ارز این چکا اینجا میشه دقیقاً 1 5 موجی، این اگر 1 2 3 اشتباه گفتم 4 5 باشه عذرخواهی میکنم، اینجا میشه موج 4، پس اینجا میشه 1 2 3 4 5. اما این وسط یک اتفاق دیگه ای که باید بیفته اینه که یک قانون داریم، این نکن موج 4 نباید وارد حریم موج 1 مون بشه، این میشه موج 1 دیگه، اینجا میشه 1 2 3 4 5. اما یه چیز دیگه هم این وسط داریم که من بخوام بکشمش دقیقاً این شکلی میشه. یه ذره سریعتر کار بکنم که تا همین ویدیومون طولانی نشه، خسته کننده نشه. اهداف موج 3 مون دقیقاً میشه این 141 168 200 و 127. پس هنوز موج 3 مون کامل نشده. حالا بعد چیکار کنیم؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا چه جوری میشه؟ اوکی، اینجا حالا ما اینجا یادتون گفته بودم اینجا یه سری موج‌های دیگه درون موج 3 هست، همونطور که درون موج
یکمون، میبینید این موج یک دیگه، درون موج یکمون یک 5 موجی شکل گرفته، بیشک درون موج 3 هم یک 5 موجی خواهیم داشت. اما موج 5 هیچ وقت همچین چیزی نداره. اگر هم داشته باشه به ندرت خیلی کم اتفاق میفته که توی موج 5مون مثل این منطقه ما موجهای کوچیک این داره. نگاه کنید این اگر از اینجا بگیریم میشه 1 2 3 4 5 همچین چیزی داره، این داره. ولی خیلی از سهمایی که من نگاه کردم توی موج 5 هیچ وقت موجها، یعنی یک سایکل، یک چرخه 5 موجی نداریم. ABC داریم ولی چیز نداریم. خب اگر ما اینا یک موج 3 در نظر داشته باشیم و این موج 4 باشه، پس الان باید وارد موج 5 بشیم. یکم زوده برای این تصمیم. چرا؟ چون اولا که درسته یکی از قانونامون رو نقض نکرده، هنوز وارد موج یکمون، حریم موج یکمون نشد، اما احتمال این که بشه زیاده. چرا؟ من میخواستم بگم بچه بیاین دقیقاً توی این قیمت ورود بکنین، قیمت 43,000 تا میخواستم بگم ورود بکنین به این دلیل که این داره میریزه، احتمال این که بیاد اینجا یک حمایتی صورت بگیره برگرده خیلی زیاده. پس گفتم پیش خودم، گفتم که اوکی، پس الان چیزی که بخوام به بچه‌ها بگم اینه که باید بین 44 تقریبا 43.5 تا 46.5 شما باید محدوده خریدت باشه. یعنی بین 43.5 سنت تا 46.5 سنت باید شما محدوده خریدت باشه برای ورود به ارز اینچ و این اهدافی که اینجا مشخص کردم و باهاش ببینی. قیمت 74 سنت، 78 سنت، 84 سنت و 95 سنت. این میتونه اهداف اینچمون باشه. اگر من بخوام موج اینو پاکش کنم، بذار اینجا زیادی شلوغ شد، اینم پاک کنم، خیلی شلوغ کردیم. اوکی. اگر ما بخوام اینو موج 4 در نظر داشته باشیم و بگیم که اوکی ما برای مبدا میذاریم که این عزیز دل حریم موج یک ما رو نمیشکونه، اگر کفو اینجا بگیریم پس موج 5مون کجا میشه؟ نگاه کن چه قشنگ اینجا رو دید. اوکی، موج 5 میشه 61 و 8 و 78 و 6. آقا 3 تا تارگت موج 3 مونه که توش هست. بله، چرا؟ چون ما تو موج 3 هستیم. این موج های کوچیک توی موج 3 قرار گرفتن، پس اینجا میشه موج 5 از 3. یکم چیز زیاد نمیخوام واردش بشم. پس میتونیم تو مرحله اول به نظر من یک پله کوچیک اینجا وارد شیم. حیفه از دستش ندیم. ممکنه که از فردا پس فردا بازار یک روند چند روزه سودی رو داشته باشه و خیلی از سهم‌ها مثل APT، مثل نمیدونم CHZ، مثل کوتی، مثل ری، اینا با این روند منفی بازار کاری نداشتن، روند مثبت خودشون رو ادامه دادن. حیفه دستش ندیم. یک پله خیلی کوچیک رو قیمت 51 تا 52 خرید بکنیم، مبلغ خیلی کوچیک. ما بقیشو بذاریم رو قیمت همون که گفتم 43 تا 44. به نظر من اینجوری بهتره. یه پله اینجا، یه پله اینجا، خاصه یه میانگینی کم میشه. اما در کل روند همچنان سعودی. بچه‌ها نگران نباشین، بازار نمیریزه، از این پایین‌تر نمیاد. خیلی از اساتید اینستاگرامی من گفتم بیت کوین قراره بشه نمیدونم 16,000 تا، 10,000 تا، 13,000 تا، 25,000 تا. اینا رو من شنیدم، خنده داره. اشکال نداره، برای جذب فالوور و ممبر و اینا میخوان دارن این حرفا رو میزنن، هیچ اشکالی نداره. بذار بگم این از این چمون خیلی طولانی صحبت کردم. بریم سراغ هوک. ارز بعدی ارز هوکه. این ارزم بد نیست، ارز جالبیه. دقیقا اینم ما الان توی موج 3 قرار داریم. خیلی جالب شد. 1 2 3 اهداف موج 3 مون کاملا مشخصه. $1 64 سنت، $1 73 سنت، $1 86 و در نهایت $2 12 سنت اهداف هوکمون هست و الان هم دقیقا تو موج 4 هست.
اگر بخوایم دوباره اینو بکشیم نمیکشم، وقتمون گرفته میشه. اینجا باید این محدوده مجددا شکسته بشه بچه‌ها، بعد ورود کنین. یکم صبر کنین، یک سری تاییدیه ها بگیرین. الان درگیر این داستانه، میبینین زیرشه، دقیقاً زیر این محدوده حمایتی ما اومده داره پول بک میزنه. من بعید میدونم پول بک باشه، ولی 1% احتمال بدیم که این پول بک باشه. اگر پول بک باشه بیشک تا این منطقه خواهد ریخت، تا قیمت $1 رو 100% باهاش میتونیم بیایم اگر پول بک باشه، که من بعید میدونم. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. حتی اگر داره هدن شولدرزش رو کامل میکنه، اگر ما اینو مبنا بر این که سر تا گردنش باشه، اینا همه فعلا فرضیه است، داریم فرض میکنیم باشه. ببین نگاه کنین، به اندازه سر تا گردن رو خط کشیدیم، خطش دقیقا اومد توی $1. هنوز الگو شکل نگرفته که من گفتم این اتفاق قراره بیفته. اگر شکل گرفت ممکنه اتفاق بیفته، اما هنوز اتفاق نیفتاده. فرض کردیم که این شاید داره این حرکت رو انجام میده بنا به تجربه. خب ارز بعدی ارز گالم. این ارز هم ارز خیلی خوبیه، خیلی همین الان 1% مثبت بود. این ارز هم ارز خیلی خوبیه، واقعا تحلیل پذیره. اما چیزی که من اینجا مشخص کردم برای خودم، گفتم حتما باید بیاد توی این محدوده ورود کنم. به خاطر روند منفی بازار ورود نکردم. چرا دروغ؟ چون روند بازار جوری بود که خیلی هیجانی و ترس توش زیاد بود، برای همین من توش وارد نشدم. میتونستم اینجا یه پله خرید بکنم، بعد بیام پایین‌تر یه پله دیگه مثلا توی این محدوده یا این محدوده خرید بکنم، شاید هم اینجا به خاطر این قله و این اتفاقها. اما ورود نکردم، وایسادم، ریسکشو قبول نکردم. اینم یادتون باشه. یه نکته بهتون بگم اینه که بچه ضرر نکردن هم خودش یه نوع سود کردنه. قرار نیست که ما بیایم اینو حتما الان بخریم. درسته مقاومت شکسته شده، توربکشو زده، داره میره به سمت اهداف، اما دلیل نمیشه که من بخوام ورود کنم بهش. دلیل هست، این همه خودش مدرکه، اما به خاطر روند منفی بازار میبینی بچه دونه دونه سهم‌ها داره مثبت میشه. به خاطر روند منفی بازار این ریسکو قبول نمیکنه، با اینکه حتی تاییدیه ورود همه رو بهمون داده بوده. کاری ندارم، اما چیزی که اتفاق افتاده ما که رو نتونستیم بگیریم. باید ببینیم که الان دوباره میخواد چه کاری انجام بده و چه اتفاقی میخواد بیفته. باید قیمت $5 و 20 سنت رو بگذرونه. هر وقت این منطقه دوباره شکسته شد، شما میتونید ورود بکنید و باهاش این اهدافی که مشخص کردم، $6، $7 و $8 و 15 سنت، بالاتر هم میره، $9.98، $11.80 و $13 و 65 باهاش ببینید. اون دیگه $18 و 47 سنت دیگه، اون دیگه خیلی ماجیکه، کاری با اون ندارم. اما 4 تا هدف اولو شما میتونید باهاش بیاین. ارز اذیت کنی نیست، واقعا به صراط چی بهش میگن زمان مسئله، به یک صراطی مستقیمه. قبلا میگفتیم به یک صراطی مستقیم نیست، اما این خوشبختانه هست. خب ارز بعدی ارز زیل. اگه یادتون باشه سیگنالش هم گذاشته بودم توی کانال یوتیوب. اینو چیشو پاک نکردم چون همه اینجا شما داشتیم. معجزه شد دید. اگر یادتون باشه گفته بودم آقا تا اینجا میاد. ببینید چه قشنگ اومد، شادوش اومد اینجا، خورد و ریخت. معجزه‌مون کامل شد. الان موج 4 رو داره کامل میکنه. نگاه کنین، حریم موج 1 شادوش هم حتی وارد نشد. اینم ارز خیلی خوبیه، خیلی تحلیل پذیره، اذیت کن نیست. همونطور که دارین میبینین روندش حتی توی این محدوده نگاه کنین، روندش مثبت بوده. یه روز رفته بالا، یه روز اومده پایین، یه روز رفته، ولی همچنان روندش ادامه داده. یا مثلا توی این محدوده یا توی حتی ریزش هاش خیلی تحلیل پذیره، خوشم میاد ازش. کلا از سهمایی که تحلیل پذیره رو دوست دارم، همه دوست دارن. پس ما الان اینجا یک موج 4 داریم،
موج 4 باید کامل شه. درسته خط روند منفی داریم، خط روند منفی هیچ اتفاقی زیرش نیفتاده، حمایت خیلی قوی صورت گرفته امروز و نگاه کنین از اینجا تا اینجا 18% جمعش کردن و 2% هم الان مثبته. فکر میکنم که این خط رو نشکنه، اما ما صبر میکنیم چه اتفاقی بیفته. ما میخوایم موج 5 رو بگیریم دیگه. اگر اینو فرض بر این بگیریم که پایان موج 4 باشه یعنی اینجا میاد، این میشه موج 3 کامل، احتمال این که تا اینجا بیاد هست، احتمال این که تا اینجا بیاد مجددا هست. یعنی حتی میتونه کف این کانال اینجا این محدوده رو میتونه ببینه و وارد حریم موج 1 هم نمیشه. خیلی قشنگه، واقعا قشنگ داره کار میکنه. احتمال این که بیاد توی این منطقه خیلی زیاده. اگر نیامد باید این منطقه بشکنه مجددا. اونو پاک کردم دوباره کشیدمش که متوجه بشین. باید این منطقه مجددا شکسته شود، بعد ما باهاش بریم سراغ اهداف 5مون. اهداف 5 میشه کجا؟ اینجا. فرض بر این بگیریم که این عزیز دل اینجا پولبکش رو توی کانالش بزنه. من کاری با خط روند ندارم، پاکش میکنم. پولبکش رو توی کانالش بزنه و برگرده بیاد اینجا. دوباره اینجا یک حمایتی همونطور که دارین میبینین قوی صورت بگیره، حالا برگرده بالا، بازی کنه، داستان درست بکنه. شاید توی این منطقه شکسته شد، بعد بیاد اینجا یک ورود یک خروج این شکلی، در نهایت بیاد روی قیمت 28 الی 30 سنت اونجا به ما ورود بده و باهاش بریم بالا. پس محدوده خریدمون چی شد؟ 1. اگر همچنان روندش نزولی بود، چون موج 4 روند کاملا نزولی، اگر روند همچنان نزولی بود و قرار بود بیاد تا اینجا، ما میتونیم بین قیمت 28 تا 30 سنت خرید بکنیم. نه ببخشید 30 سنت نیست، بین 2 سنت تا 2 سنت هم نیست، 28 هزارم دلار تا 30 هزارم دلار. بین این دوتا دقیقا 3 سنت دیگه. آره دیگه، بین 28 هزارم دلار تا 3 سنت شما میتونید خرید بکنین به نظر من. اینم از نماد زیل. نماد آخری نماد کیه و کجا بود این آشش؟ این عزیز دل، این اهداف ما باهاش داشتیم و همه اینا رو دید. بعد از شکست این محدوده من این موج رو باهاش نرفتم، من کلا تا این قسمت باهاش رفتم و خروج زدم و دیگه هم فراموش کردم تحلیلش بکنم، نگاش بکنم، کاری نداریم. زمانی دیدمش که یهو این کندل بزرگ مثبت رو زده بود، باز هم باهاش کاری نداریم. الان اومده اینجا موج 3 رو کامل کرده بود. اینجا این موج این انتهای موج 3 بود، کامل شد و همونطور که دارین میبینین سقف کانالمون بود. الان اومده اینجا قشنگ دونه دونه کانالا رو چکونده، میدلاینش، کفش، سقفش، همه رو خیلی قشنگ رعایت کرده و در نهایت توی کف کانال این محدوده حمایت شده. به نظر من میتونه مجددا به این قیمت برسه و بره بالا. چرا؟ چون اینجا موج 1 اینجا حریم موج، اینجا پایان موج 1 از این پایین تر بیاد دیگه حریم موج 1 شکسته میشه و کلن دیگه سهم الیوتی نخواهد بود. بله یه سری قوانین داره، یه سری اصول داره تو کشیدنش. اینجوری نیست که شما صرفا بیای این بگیم اوکی این موج 1، این موج 2، این موج 3 باشه، این موج 5. نه اصلا هم چیزی نیست. یه سری قواعد داره، یه سری اصول داره و حواستون باشه بچه‌ها. یه سری دوستان دارن میان در مورد این که بیا فیبوناچی رو بردار، اعدادش رو تغییر بده، این اینجوری بکن. بچه باور کن اینا هیچ کدوم جواب نمیده. توی این 7 سالی که من توی این بازار هستم زیر و روش رو کشیدم و یعنی هیچ جوره نمیتونید شما با تغییرات اعداد فیبوناچی یه سری خیلی ببخشید اهداف فیک خوزعبلات رو در بیارین و
بگین اوکی اگر به این منطقه رسید من خرید میکنم، اگر به این منطقه رسید میفروشم. اینا رو بریزین بیرون. تو رو خدا اینا برای اینستایی که بیان ممبر بگیرن، فالوور بگیرن و خیلی چیزای دیگه. نکنین، واقعا با پولتون واقعا بازی نکنین. اینم از این. پس محدود خرید نماد کی هم که آخرین نمادمون هست میتونه رو قیمت 6 باشه. 6 یعنی 68 داره. 68 خوبه. 68 تا تقریبا 72. 68 تا 72 میتونین محدوده خریدتون باشه و خرید بکنین حتما توی این محدوده و باهاش این اهدافی که مشخص کردم و بیاین. چیز دیگه نمیمونه که بخوام بیشتر از این توضیح بدم. یک زیر نظری هم داشته باشین نماد GRT هم یکی از سهم‌های خیلی خوبه، خیلی دوست داشتنیه، واقعا خیلی تحلیل پذیره، اذیت کن نیست. اینکه شما بگیری بیاد درجا بزنه 5-6 ماه 4 ماه 1 سال درجا بزنه بعد بخواد آخر سر به سر ببندی، نه واقعا اونجوری نیست. تحلیل پذیریش عالیه، پشتوانش خیلی قویه و به نظر من میتونه کنه. این اهداف مجسه رو دیده، تمام این اهدافی که نشون داد اینجا هست، اگه توی کانال هم هست سیگنالش کرده بودیم، تمام اهدافو دیده. الان داره موج 4 رو کامل میکنه. موج 4 هنوز کامل نکرده و شاید اصلا موج 4 همین یه تیکه باشه و بیشتر از این هم پایین نیاد. البته من بعید میدونم احتمال زیاد تا قیمت 31 سنت بیاد، شاید هم 32 سنت. ما میگیم حالا 32 سنت بریزه، احتمالش خیلی قوی تره. پس اینو میتونیم باهاش بیایم و روند سودیشو باهاش بریم. زیر نظر داشته باشینش. اینو سیگنالش نمیکنم، اینو اصلا سیگنالی نیست، زیر نظریه و حواستون بهش باشه. احتمال این که تا اون محدوده که گفتم بیاد خرید میکنیم. حتما بیاد، من حتما سیگنال میذارم، در موردش صحبت میکنم. همین، چیزی دیگه نمیمونه که بخوام باز بیشتر از این توضیح بدم. اگر فکر میکنین نمادی، چیزی، سوالی، سخنی، انتقادی، پیشنهادی، تحلیل نمادی، زیر همین پست حتما کامنت بذارین. یادتون نره که ما رو سابسکرایب بکنین، به دوستانتون معرفی بکنین، لایک و کامنت هم فراموش نشه. سال خوب و پربرکتی رو داشته باشین. موفق باشین.